زبان دادم ادب را به حیا کردم نکرد آخر به حرفم گوش صد فکری خطا کردم گر از زلفت گرفتم دل مدان به شرم خود رایم دل من عقده بود از سری زلفی تو با کردم گر از زلفت گرفتم دل مدان به شرم خود رایم دل من عقده بود از سری زلفی تو با کردم بال باغبان برخط کی بد خانی گلشن رو بی بال باغبان برخط کی بد خانی گلشن رو با آهی آتشیدم پیرمنی برقی فنا کردم با آهی آتشیدم پیرمنی برقی فنا کردم خاموشی را زبان دادم ادب را به حیا کردم نکرد آخر به حرفم گوش صد فکری خطا کردم ابر خوردم گریه ها کردم دمی آب اگر چون ابر خوردم گریه ها کردم خاموشی را زبان دادم ادب را به حیا کردم نکرد آخر به حرفم گوش صد فکری خطا کردم شکستی ابر در میدان گردون بارها کردم دمی آب اگر چون ابر خوردم گریه ها کردم بعضا برای انسانیت عمر بی‌وفایی میکند ولی از آنی که چقدر عمر میبینیم مهمتر آن است که چی کاری را در این مدت به انجام میرسانیم. عزیزان سلام، برنامه خاطره ها است منظورتون و چون از بی‌وفایی عمر حرف زدیم برای هنرمند فتح‌الدین تشایف نیز همین گونه بود، یعنی فرصت زیاد نداشت در زندگی ولی با این وجود توانست که سرودهای ماندگار را برای ملت تاجیک، برای هنرمندان دیگر، نسل‌های دیگر و برای دوستداران و هواداران صنعت و موسیقی باقی گذارد. و عزیزان در برنامه‌مان حال حضور دارند انسمبل خدمت نشان داده دولتی لاله به نام غفور ولامت‌زاده و همصحبتمان هستند عمرعلی مرگلیف. خوش آمدید. چون از استاد حرف زدیم، از سرودهایش گفتیم، از آنی که کارهای ماندگار برای صنعت، برای مخلصانشون کردند و سرود اولینی که برایمون پیشنهاد ساختید این سرود خاموشی بود. بله، در این عمر کوتاهی که در سین 31 از دنیا چشم پوشیدم، یک گلدسته بسیار یا که یک
باغی با پرثمر برای بازماندگان و برای مخلصان و برای اکثر صنعتکاران باقی گذاشتن و در خزینه سرودهای شادروان فتح‌الدین تشیف زیاد از 77 آهنگایی که فتح‌الدین ایجاد کردن باقی مانده است. اکثریت هنرمندان و اکثریت مخلصان فتح‌الدین دائما در پی جستجوی سرودهای او میباشند و اکثرشون چون که ما از آوان خردی در یک جا تحصیل میکردیم و تا آخرین نفس فتح‌الدین ما در یک جایه بودیم، اکثریت مردم از من سوال میکنن، از من میپرسن که فلان سرود فلان سرود و فلان سرود بس برای ما مثال مهیا کنید یا که برای ما بیابید و من کوشش میکنم که هر یک سرود فتح‌الدین به طرز خاصه که آن کس اجرا کرده است به سمع مخلصانش برسانم. فتح‌الدین باز در بدیهه خوانی نیز بسیار مهارت بلند داشت. با همراهی حنیفه قربانова پیوسته بدیهه سرایی میکردند و بسیار از طرف مردم و از طرف مخلصان خوش پذیرفته میشوند. مثلا از بدیهه هاشون تو را خواهم، افسوس افسوس، آرزو تو همچون آرزو دوری و بسیار بدیهه های دیگر نیز با همراهی هنرمند خوش سلیقه حنیفه قربانова سراییدند و قریب که همه اون سرودها و آهنگهایی که چخیل از من سرود اولینی که پیدا شد خاموشی یک چیز رو به نظر گیره که در اکثریت سرودهای فتح‌الدین بسیار یک اندوه، یک غم، یک جهتی تربیوی هم مشاهده کرده می شود. دشواری یعنی دشواری های زندگی، حیات، عمر در همین باره سراییده است و باز بسیار سرودهای دیگر هم دارد. مثلا یکی از سرودهای مشهوری که یکی از آهنگهای مشهوری که فتح‌الدین تشیف با متن گلنظر کلدی ایست ایجاد کرد. ایست یک دم سیر بینم روی تو و این سرود رو حنیفه قربانова بسیار با مهارت بلند ایجاد کرده است و بعداً از بعدی اجرایش حنیفه بسیاری هنرمندان ما این سرود رو بار دیگر بازخوانی کردن. در اکثر سرودهایی که سراییده می شود در اینجا سوز مادر احساس کرده می شود، لیکن در این سرود نگاه میکنید که سوز فرزند نسبت به مادر که ایست یک دم سیر بینم روی تو. وقتی که مادر رو یک زنی رو میبیند که در راه رفته است با مادرش بسیار شباهت دارد، از پشت همون میگه که ایست یک دم سیر بینم روی تو و بسیار در سطحی بلند به فکر من به سمع بینندگان رسانده شده است. واقعا آن سرودهایی را که شما نامبر کردید همه اون در خاطرمون است. همه اون سرودها رو ما خوب میدونیم که چگونه خوب اجرا گردیده بودند و برای شنوندگان و بینندگان پیشنهاد گردیدند. از آنی که شما همراه فتح‌الدین تشیف همکاری کردید استاد، میخواهیم یک کمی از همان دوره ها بگویید. مثلا این برنامه به خاطری برای پاس خاطری آن کس تهیه شده است. از خاطره های خوب، از لحظه های فعالیت میکردید همراهشون. ما سالیان دراز یک جای کار کردیم، یک جای تحصیل کردیم. از دوره مکتب خوانی، از دوره خردسالی نیز امین فتح‌الدین چخیل همون سرود تیار میکرد، اذیت میکرد، من نمیدونستم. هرچند که کوشش میکردم که من همون ببینم که چخیل باید همون سرود تیار میکند یا از کجا انتخاب میکند. شبانه بسیارتر وقتی برای چونکه الهام ایجادکار خواه نوازنده باشد، خواه هنرمند ایجادکار موسیقی نواز باشد، البته در خلوت شب می شود. من فکر میکنم که همه ایجادات فتح‌الدین در همین خلوت شب پیدا می شد و فکرهای تازه نیز پیدا میکرد برای خودش.
درست است و واقعا ایجادهای خوب در شب تولید میشن، چگونه که شاعران و بزرگان ما نیز در نوشته های خود مثلا همون تاریکی و خاموشی شب رو درج میکنن و هر یک ایجادکار یک وقتی خوب است برایش همون خاموشی شب. و که حالا شما در برنامه‌مون مهمان با آهنگ و سرودهای استاد هستید، درخواست یک ترانه دیگر داریم. کدام ترانه است؟ زی قتل عاشقان. این شعر به قلم سعیدا نصفی تعلق دارد و آهنگ شادروان فتح‌الدین تیشه. قتلی عاشقان در سینه او غم نمیبینم، به شمع از مردنی پروانه ها ما کم نمیبینم، به گلشن خویش را چون قطره شبنم نمیبینم، گلشن خویش را چون قطره شبنم نمیبینم، کسی را غیر خود هرگز به چشمی کم نمیبینم، کسی را غیر خود هرگز به چشمی کم نمیبینم. متاع دارم و اما ندارد هیچ مقداره، متاع دارم و اما ندارد هیچ مقداره، در این بازار سنگی هیچ کس را کم نمیبینم، در این بازار سنگی هیچ کس را کم نمیبینم. غیر از دیدنی خود چشمانی زم نمیبینم، بغیر از دیدنی خود چشمانی زم نمیبینم، زی قتلی عاشقان در سینه او غم نمیبینم، به شمع از مردنی پروانه ها ما هم نمیبینم. هر آهنگ از دیگر خوبتر، هر آهنگ که با متن توأم شده است از دیگر جذابتر و شنواتر و بسیار یک ترانه زیبا. تشکر به شما. سلام. در صحبت قبلی گفتید که آهنگ های فتح‌الدین تیشه استاد خیلی زیاد هستند. در برابر آنی که هم خود اجرا میکردند، برای دیگر هنرمندان نیز آهنگ میساختند. همین گونه؟ قریب که همه هنرمندان آهنگ‌های فتح‌الدین رو
اجرا میکردم. آهنگ های در سبکی چنانه که گفتیم سرود ایست در این باره سخن گفتیم. خیلی هنرمندان ما مثلا اکثریت جوانان سرودهای فتح‌الدین را بسیار زمزمه میکردن. یک اسلوبی گفتم که یک اسلوب خاصی تکرار نشونده دارد به ضمن اون که فتح‌الدین باز در بسیار چاره‌بینی ها در بستان ها و غیره ها از طرف ناحیه کمونیستی آن وقت حاضر به فکرم کوشانیان باشد در همه چاره‌بینی ها و جشن ها اشتراک میکردن و سرود و آهنگ های او پیشکشی مخلصان و بینندگان میگردید. آموزگاری مکتب موسیقی نیز بودن یک مدت به حیث آموزگار و گمانم به حیث رهبر انسمبل نیز فعالیت کردن. بله یک چند مدت دیرکتور مکتب موسیقی بچگانه اون ناحیه بودند. و زمین باز رهبری همون یک انسمبل را با عهده داشتند. دیرکتور خانه فرهنگ نیز بودند چندی و در بسیار سفرهای هنری بیرون از محرزی رفته اشتراک کردند. چگونه که شما گفتید در وقتی که شادروان زنده بودند مثلا سرود اجرا میکردن از همون وقت علاقه جوانان توجه داشتند به اجرا و بازخوانی سرودهایشان و تو این دم که هنرمند جوانی انسمبل شما نیست قرار است حالا برامون سرودش را اجرا بکنند. بله از اینجا از بس که پرویز جان نیز یک چند سرودهای شادروان فتح‌الدین تیشاف را عموما در همون اسلوبی فتح‌الدین اجرا میکند و حاضر اگر تیار باشند ما نوبت رو به پرویز جان دهیم. مرحمت. خم گشته یک پیره با تازه جوانگو خم گشته یک پیره با تازه جوانگو برخیز کی برخیزه این است و کمان از ای بلبلی شوریده شور است و بیغان از بازایی که به هم آیه این است و آن از گرگانی خیانتش عمر بلی باسیمش گرگانی خیانتش عمر بلی باسیمش گفته به خدا بردم
شوریدم شور از تو پیغام از من ای بلبل شوریدم شور از تو پیغام از من بازایی که به هم مالی این از تو مان از من بازایی که به هم مالی این از تو مان از من این از تو مان از من چون سرود از جانب هنرمند جوان پرویز اجرا می‌کردید شما همراه او زمزمه می‌کردید یعنی برای من معلوم شد که پیشنهاد شما بود اجرای این سرود. بله بله. البته وقتی که برنامه‌های خاطره را برای ما پیشنهاد کردن که بخشیده به یادی شادروان فتح‌الدین تیشه البته من می توانستم که هر چیزی رو خودم اجرا کنم اما من خواهش کردم انا پرویز جانم که مخلصی سرودهای فتح‌الدین است و هم که بسیار ذوق و شوق بسیار داشت من گفتم که بیا با همراهی این برادران خانوادگران انصاری لاله ما کار کردیم و در مورد اونی که گفتیم با استاد آهنگای زیاد دارند شادروان فتح‌الدین تشیف و همه این آهنگا رو همگی در مدت 10 سال آماده کردن. بله بعدی ختمی دانشکده هنرهای زیبا سال 82 فتح‌الدین رو با راحتی وزارت فرهنگ به ناحیه به همون ولایت ختلانی روان کردن و فتح‌الدین همین 77 بسیار است باز شاید که از این هم زیادتر باشد اما همون آهنگ‌های معمولش رو ما گرفتیم که مثلا 77 آهنگی که بسیار در بین مخلصان و هوادارانش بسیار پیوسته طلب میکنند پیوسته جستجو میکنند و در همین عمر کوتاه محصول باغ فتح‌الدین میوه های خوش‌طعمی را به بازمانده ها باقی گذاشته است. همین گونه که در خزینه طلایی تلویزیون و رادیو نیز هستند آهنگ‌هایشان. البته در خزینه طلایی رادیو 11 آهنگ شادروان فتح‌الدین تیشه در آنجا در خزینه ثبت گشتند و در آنجا محفوظ هستند. شادروان فتح‌الدین تشیف در آخرهای حیات خود یک آهنگ دیگر، یک ترانه بسیار زیبای دیگر رو اجرا کردند بهر مخلصان، بهر تمام نفرانی که صنعتش رو دوست می داشتند. فتح‌الدین در انسامبل جهان‌آرای انسامبل رقصی جهان‌آرای راهبر موسیقی همون انسامبل بودند و در اونجا اگر بسیار بینندگان هم دیده باشند یک سرودی بناز بناز در اونجا رقص سرودن و با همراهی گروهی رقاصان اجرا کردن. افسوس که فقط از فتح‌الدین همون رقص ضبط تلویزیونی همون سرودی بناز بناز مانده است. آخران آهنگی که شادروان فتح‌الدین ایجاد کرده است و به سمع بینندگان و مخلصانش باقی گذاشته است این همون سرود صبح امید است. براستی که ما هرچند که گفتیم با همراه پرویز جان و این برادران ما مؤلف همین شعر رو نیافتیم لیکن آهنگ از شادروان فتح‌الدین تشیف است همین را به سمع بینندگانش مخلصانش رسانده است همین صبح امید است و بیاید این از پرویز جان خواهش کنیم این سرود را برای ما بله اجرا کند. بیا صبحی امید و آرزویم تنابی شاق و کتاتش
زی هجرش شبکی به خواب باشد شبیه جانی عاشق را سبر زی هجرش شبکی به خواب باشد شبیه جانی عاشق را سبر زی احوالی دلم او را خبر کن بیرم وادی سبابر کوه یارم من از برهنی و گریه دارم با چشمت با دو چشمی من نظر کن نیحالی قامتش را میپرستم درختی مهری او را با ثمر نیحالی قامتش را میپرستم درختی مهری او را با ثمر بیا صبحی امید و آرزویم تنابی شام را کوتاه زی هجرش شبکی به خواب باشد شبیه جانی عاشق را سحر زی هجرش شبکی به خواب باشد شبیه جانی عاشق را سحر دوستانی عزیز با امیدی آنه که با برنامه نوی خاطره ها همراه شما باشیم با امیدی آنه که خوشی ها در زندگیتون فراوان باشد جنبست میکنیم برنامه این شمای خاطره ها رو و بار دیگر یادآور میشویم که در برنامه ما رو همراهی کردن انسامبل خدمت نشان داده دولتی لولا به نام غفار ولامتزاده و همصحبتمون بودن هنرمند محبوبی همین انسامبل عمرعلی میرگلیف. دوستان این فرجام برنامه است تا دیدار بعدی خیر.